سلام، من عارف شایدنواز هستم و اینجا قسمت سوم از مجموعه برنامه‌های معرفی کتاب در حوزه موسیقیه. قراره که راجع این کتاب صحبت کنیم. تحریر در آواز ایرانی، نوشته علی کاظمی. خب یه مرور اگر بکنیم که تا اینجا چی کارا کردیم. 2 قسمت من ضبط کردم و منتشر کردم تا الان. یکی در مورد کتاب‌های آقای والی و یکی در مورد کتاب آقای عسکری و قسمت سوم بالاخره راجع یک کتابی صحبت خواهیم کرد که خیلی صورت مشخص در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانیه و به نظرم کتاب خیلی خیلی مهمی هم هست. خب تحریر در آواز ایرانی، نوشته علی کاظمی. در مورد آقای علی کاظمی نویسنده کتاب، خب یک توضیحاتی اگر من بخوام ارائه بدم، ایشون نوازنده تار و ستار هستن، دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه هنر و آلبوم‌های مختلفی هم تا الان منتشر کردن، مثل اشیران، مثل بداهه سازی، بزم دور و آخرش فکر کنم کنسرت زمستان. البته بعد از اون هم یه سری کار منتشر کردن مثل فانوس و یک 2 تا کار دیگه، مجموعه نواخته هایی به اسم چامه. نوازنده آهنگساز خیلی دغدغه‌مندی هستن. از اون جریان نو کلاسیک شاید خیلی تاثیر گرفتن. نمیخوام برچسب بزنم، لزوما شاید خودشون موافق نباشن، بگم که مثلا از جریان نو کلاسیک هستن یا نیستن، اما به هر حال رویکردی که دارن از فرم‌های موسیقی قدیم استفاده میکنن در آثارشون، به لحاظ مودال نگاه ویژه‌ای و نگاه تازه‌ای به ردیف دارن و من اولین بار خودم با آلبوم بداهه سازی که یک 2 نوازی همراه جناب سعید کردمافیشون داشتن، از اونجا ایشون رو شناختم و سوای اینکه خب ایده هاش خیلی همیشه واسه من جذابه و من اولین مطلبی که ازم چاپ شد یک جایی یک مروری بود، یک ریویویی بود که روی آلبوم اشیران نوشتم و در فراهنگ چاپ شد، نشریه دانشجویی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران. سوای اون من اصلا اون استیل تار زدنشون، اون شیوه جمله پردازی و اصلا سونوریتاشون هم خیلی دوست دارم. یعنی به عنوان یک نوازنده یکی از نوازنده های خیلی محبوب من هستن. سوای اون از آقای کاظمی چند کتابی منتشر شده. 64 مضراب برای تار هم منتشر شده و این کتاب هم منتشر شده، تحریر در آواز ایرانی. 64 مضراب شاید در یک جلسه جداگانه دیدیم ولی من امروز میخوام راجع این کتاب صحبت کنم چون به نظرم خیلی کتاب مهمیه و یک رفرنس خیلی خیلی مهم میتونه باشه در موسیقی ما. دوباره اطلاعات کتاب رو میگم. تحریر در آواز ایرانی به انضمام آوانگاری 260 تحریر از استادان آواز ایرانی، علی کاظمی، نشر ماهور، فکر کنم 1399 منتشر شده. 98 منتشر شده. این کتاب نسبتاً جدیدی هم است، مال 3-4 سال اخیر دیگه، خیلی حالا قدیمی نیست. به سیاق همیشه متن پشت جلد کتاب رو میخونم و بعد شروع میکنیم به صحبت راجع به کتاب. در این کتاب تلاش شده است از زوایای مختلف به واکاوی تحریر در آواز ایرانی پرداخته شود و نقش آن در موسیقی دستگاهی بیش از پیش مورد بررسی قرار بگیرد. تحریر و شعر فارسی 2 رکن اصلی آواز ایرانی اند و در این میان تحریر چون گوهری درخشان و بی همتا به آواز ایرانی جلوه‌ای خاص بخشیده است. استاد مورعلی برومند در جای گفته است ردیف قلب موسیقی ایرانی است. حال اگر به نسبت تحریر و آواز ایرانی بیاندیشیم چندان دور از واقع نخواهد بود اگر بگوییم تحریر قلب آواز ایرانی است. در مقدمه و پیش از ورود به موضوع تحریر بحث نسبتا مفصلی درباره آرایه و اهمیت آن در موسیقی دستگاه ایران خواهد آمد. نیز با گذری در تاریخ و نظری به رسالت قدیم موسیقی ایران، رد پای آرایه و تحریر در بازه زمانی 1000 ساله از فارابی تا آخرین رسالات مربوط به دوره قاجار جستجو خواهیم کرد.
تشریح ساختار تحریرها، بررسی میزان فراوانی تحریر در اجرای موسیقی دستگاهی، کاوش برای یافتن قاعده‌مندی حاکم بر ترنم‌های آوایی، ارائه روشی برای تحلیل ساختار تحریرها به تبع آن، ساختن و پرداختن تحریرهای جدید با استفاده از دیاگرام‌های گسترشی و همچنین بررسی نقش تحریرها در صورتبندی گوشه‌ها و دستگاه‌های ایرانی با تکیه بر مفاهیم شنکر در آنالیز موسیقی از موضوعات دیگری است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. فصل پایانی کتاب نیز با عنوان مایه‌های ایرانی به روایت تحریر اختصاص دارد و به آوانگاری 260 تحریر از استادان آواز ایران از سید احمد خان تا محمد رضا شجریان. خب تقریبا خلاصه کتاب رو در پشت جلد نوشته که ما بیش مشخصی قراره راجع چی صحبت بکنیم. عرض به حضور شما که شاید مثل دو کتاب قبل من امروز خیلی دیگه وارد جزء مباحثی که صحبت شده در این کتاب نشم، یعنی یه مقدار بیشتر از بالا نگاه بکنم به کتاب. علتش این هست که من فکر میکنم این کتاب میتونه یک رفرنس باشه برای حتی برخی از دروس دانشگاهی، به این معنا که من فکر میکنم انقدر این کتاب مباحثش گسترده است و دقیقه و خوب نوشته شده که شاید من توی 10 دقیقه 20 دقیقه حالا برنامه‌ای که معمولا میذارم تو یوتیوب اصلا صحیح نباشه که برم سراغش، چون این کتاب رو یا باید یه تیکه خوند و تمام کرد. من کتاب خودم توی 2 روز خوندم، یا کلا دیگه بررسی اجمالی بهش داشت. واقعا خیلی کتاب خواندنیه، یعنی نثر خوبی داره سوای او. در مورد بحث‌های پژوهشیش هم حالا من الان صحبت خواهم کرد، اما میگم به نظر من این یک رفرنس خیلی مهمی هم هست. خودم یک برنامه هام بود که شاید یک دوره‌ای برای تدریس این کتاب حتی تدوین بکنم. تحریر در آواز ایرانی شاید مشخص‌ترین ویژگی ممیزه آواز ایرانی نسبت به کشورهای همسایه یا حالا هنرهای کلاسیک دیگه، موسیقی کلاسیک دیگه در همین منطقه یا حتی غرب، همین بحث تحریره. یعنی این تکنیک رو، این نوع در حقیقت آوازی که ما داریم رو جز ما و آذربایجان، همونطور که این کتاب توضیح داده، نداره جای دیگه. این تحریر خاص موسیقی ایرانیه. نقشش و اینکه واقعاً جایگاه این تحریر در موسیقی ما کجاست چیزی که خیلی مورد مطالعه درستی قرار نگرفته. خب ما تحریر رو به عنوان یک تزیین یا به قول این کتاب آرایه در حقیقت بیشتر شناختیم. آرایه این رو به ذهن متبادر میکنه که خب این یک چیز اضافه بر سازمانیه، یعنی شما یک متن اصلی دارید، یک چیزی هم دارید که اون رو میآرایه، آرایه اونه. اما آیا واقعا تحریر اینه در موسیقی ما؟ یعنی یک چیزی که اضافه بر سازمان، یک تزیینه؟ کتاب با همین بحث شروع میکنه در مورد آرایه و 2 قسم میکنه آرایه ها رو: آرایه های مایه محور و آرایه های نغمه محور. نغمه محورها که کمابیش تکلیفشون روشنه، میان و یک نغمه یا چند نغمه رو دوچار تزییناتی میکنن. مثلا پژواک در ستار، یک نوتی رو ما پژواک میدیم، یا تریل، یا بعضی از تکیه ها میدونید. و بعضی از این آرایه ها، یعنی آرایه های مایه محور، آرایه هایی هستند که در صورتبندی یک مایه، در تشخیص و تمییز یک مایه، یک مد، میان نقش آفرینی میکنن. کتاب با این بحث شروع میکنه و بعد یک بررسی مفصل داره از لحاظ تاریخی که خب حالا این آرایه ها یا این تحریر رو چقدر در تاریخ میشه عقب برد. بررسی حداقل در سطح دانش من، قدری که من برخورد داشتم با رسالات موسیقی قدیم و پدیده موسیقی قدیم که هیچ ادعایی هم درش ندارم، به نظرم خیلی خوبه. یعنی واقعا دیگه هرچی بوده و نبوده که نزدیک به بحث
تحریر باشه اینجا جمع آوری شده و به دقت هم بررسی شده. یعنی کتاب تاریخ هم نیست که صرفا بیاد آره فلان همچین چیزی گفته، نه واقعا اینا بررسی شدن و با امروز موسیقی ما هم در حقیقت مقایسه شدن. بعد از اون بالاخره میرسیم به بحث تحریر در ردیف‌ها. من نمیخوام واقعا وارد توضیح این کتاب بشم، گفتم چون واقعا کتاب رو باید بخونید، چیزی نیست که با 10-20 دقیقه مثلا من میگم قضیه اینه دیگه خلاصش هم یک دورایی تعریف کنم. مثلا در مورد ساختار تحریر در ردیف میاد چند تا ترم یا چند تا لغت پیشنهاد میده: واحدهای بنیادین، الگوهای تحریری، زنجیره‌های تحریری، تکه تحریری. من توضیح نمیدم که اینا چی هن، یعنی به خود شما میسپارم که اینو بخونید. اما یه چیزی واسم خیلی جذاب، من این رو در بررسی های خودم از یک کتاب خیلی نظرم مهمه که کتاب ضمن این که حرف جدید داشته باشه به دنبال اینکه یه چیزی از خودش در بیاره هم نباشه. یعنی چی؟ یعنی من یک نقدی نوشتم به یک مقاله‌ای چند وقت پیش و نقدم این بود که آقا شما از کلی واژه جدید استفاده کردی بدون اینکه اینها اصلا نیازی باشه بهشون. یعنی ما پیش از این برای این مفاهیم یک سری ترم‌های دیگه، یک سری لغت‌های دیگه داشتیم و خب این پیشنهاد شما دقیقاً چه چیزی رو حل میکنه؟ اینجا برعکس دفاع میکنم از کتاب برای اینکه این کتاب در زمینه‌ای که پیش از این اظهار نظری تقریبا نبوده یا آنالیز درست درمونی نبوده واقعا، میاد به جای اینکه گیر بیفته در مرور چندین باره اون چیزایی که قبلا آدمای دیگه گفتن، این جرأت رو داره که لغت پیشنهاد بده و مفهوم بسازه، بگه الگوی بنیادین از نظر من اینه، ساختار تحریر اینجوریه، چه میدونم تکه تحریری اینه و تعریف کنه اینها رو. این خیلی به نظرم اینجا نظر من جلب کرد که نویسنده شهامت اینو داره که آقا من یک چیزی رو تعریف میکنم و درست هم تعریف میکنم. خب بگذاریم میایم جلوتر. اولین در حقیقت مبانی آنالیزش رو تقریبا در فصل 1 توضیح میده، بعد وارد بحث فراوانی تحریر در آواز ایرانی میشه، یک جدول بندی خیلی خوب، یک آمارگیری خیلی خیلی عالی که ببینیم در هر کدوم از این خواننده ها چند درصد از کل اجرا معطوف به تحریر بوده. و میرسیم به فصل دوم که فصل یکم عجیبیه، در مورد عنوانش اینه: ترنم‌های آوایی در آواز ایرانی، جستاری در شیوه آواگذاری تحریرها. خیلی نکته خوبی نویسنده دست گذاشته، برای اینکه خود کتاب هم میگه حتی نویسنده‌ای مثل محمد تقی مسعودیه که خب به دقتش معروف بوده دیگه، اصلا اون هم باز خیلی در حقیقت شاید ساده انگارانه از کنار این موضوع گذاشته. موضوع هم اینه: وقتی یک تحریری در موسیقی ما ارائه میشه با چه آوایی ارائه میشه؟ آیا با ا ارائه میشه؟ آیا با آ ارائه میشه؟ آیا با او ارائه میشه؟ و سوال بعدی، بعد اینکه بفهمیم کدوم که از اینها با کدوم که از اینها تحریر میزنیم، این تحریرها و این آواها در کجاها میاد؟ آیا مثلا تحریر بالا رونده با هجای آ میاد؟ آیا چه میدونم پایین رونده با فلان هجا میاد؟ و اینها یک بحث نیمه ادبی هم نیمه زبان شناختی هم تا شاید لحظاتی شکل میگیره که اینا هم دوباره در حقیقت بررسی شده، آوانگاری شده و خیلی خیلی فصل خوبیه. و حالا اگر ازش عبور کنیم میرسیم به فصل سوم: نقش تحریرها در صورتبندی گوشه های موسیقی ایرانی. بعد از یک در حقیقت مقدمه کوتاه، کتاب دوباره میاد 3 تا ترم دیگه هم ارائه میکنه: جمله تحریری، عبارت تحریری، گونه تحریر و دوباره 3 تا ترم جدید ارائه میکنه. توجیهات کتاب برای من قابل قبوله و قابل درکه. کتاب توضیح میده که چرا از همون کلماتی که
پیشتر گفته بود، یعنی زنجیره تحریری و تکه تحریری برای آنالیزهاش استفاده نکرده. حالا نمیخوام اینجا عیناً بخونم، توضیح میده. توضیحاتش هم تا حد زیادی به نظر من قانع کننده هست، اما همچنان معتقدم که شاید اگر یک ایراد بخوام از این کتاب بگیرم، ای کاش که به یک نحوی حل میکرد یا کلمات بهتری انتخاب میکرد یا تعریفش رو به یک حالتی جامع میکرد که نیاز به دو جور واژه سازی نباشه. دوباره یعنی ما فصل یک یه سری چیزا یاد گرفتیم، نمیدونم زنجیره و فلان و اینا، اینجا عبارت و جمله و اینها رو یاد میگیریم. کتاب توضیح میده که آقا اینها این لغت ها برای توضیح آنالیزها به این دلایل بهترن، اما به هر حال ممکنه که موجب گمراهی نویسنده بشه. یک جور در حقیقت آنالیز کاهشی داریم، نمونه هایی رو آورده و با اونها شیوه خاص آنالیز و شیوه خاص نگارش به صورت کاهش یافته، به صورت خلاصه انگار نوشته و بعد شروع کرده آنالیز کردن، چون که حالا اینها هر کدوم چگونه یک گوشه رو، حالا یک درآمد رو، یک هر چی رو صورت بندی میکنن و آنالیز هایی که میتونم بگم کمیابه در موسیقی ما آنالیز هامون عمدتاً خیلی مداله، یعنی کتاب 90% شونن که آره این ایسته، این شاهده، حالا نهایتا خیلی دیگه ریز بشن این تحریر ساربانگه، این نمیدونم فلانه، به فرم خود ملودی، به ساختار ملودی و اون ماهیتش و اجزای خیلی خیلی ریزش وارد نمیشن خیلی از کتابا. من میتونم بگم شیوهی که این کتاب در آنالیز نمونه هاش داشته یگانه است. من حداقل الان یادم نمیاد در کتاب دیگری دیده باشم. خودشم میگه به تأثیر از اون آنالیز شنکری هست و خب میشه شاید نقد کرد که حالا به این دلیل خوبه یا بده، اما همین که حداقل یک نگاه جدیدی داشته در آنالیز خیلی واسه من محترمه، هرچند که من ایرادی در آنالیز ها نمیبینم، به نظرم در زمین آنالیز هم کاملا گویا عمل کرده. و اما به نظرم فصل 4 که به قول معروف فصل شاه بیته یه جورایی این کتاب، یعنی فصلی که به نظر من از همه مهمتره، به این دلیل که کتاب بعد از اینکه 3 فصل پژوهشی رو از سر میگذرونه، یعنی در مورد تاریخ صحبت میکنه، آنالیز میکنه، در مورد مبانی بحث صحبت میکنه، فصل 4 بالاخره وارد یک جایی میشه که خب اوکی، حالا بر اساس این چیزایی که ازش صحبت کردیم مدل پیشنهاد بدیم برای اینکه چگونه تحریر بسازیم. و حالا من اینجا یه مقدار دیگه ریز توضیح میدم. بیارم یک لحظه، ببخشید. کتاب در ابتدا میاد که آقا میگه خودش گفته که کوچکترین واحد سازنده یک تحریر یک تکیه است. داها این انگار یک واحد بنیادینه برای تحریر. خب بعد میاد با این انگار شروع میکنه بازی کردن. خب ما میتونیم که این رو تکرار بکنیم. داها ها ها. تکرار دومی یعنی واحد دوم میتونه یک پرده بالاتر باشه، میتونه یک پرده پایینتر باشه، میتونه 2 پرده پایینتر باشه، منفصل باشه، یا 2 پرده بالاتر باشه. بعد وارد این بحث میشیم که یک نوت پیشوندی یا پسوندی به این وصل بشه، یعنی یک نوتی که خودش شامل اون تکیه نیست. مثلا میگیم داها، مثلا میشه دا ها ها ها، دا ها ها، دا ها ها. حالا نوت پیشوندی میتونه بالاتر باشه، پایینتر باشه، منفصل باشه و دوباره حالت مختلفی پیش میاد. بعد حالا اون تکرارهایی که داشتیم در یک تحریر، یعنی مثلا 2 بار می آوردیم دومی بالاتر، بهش پیشوندی پسوندی ارائه میشه. حالا باید نمودارها رو دقیقاً ببینید دیگه. و انواع اقسام مدل ها برای ساختن در حقیقت یک عبارت تحریری میاد پیشنهاد میده که خیلی هاشم حتی در موسیقی ما لزوما وجود نداره، خیلی بخش مفصلیه. و خب مشخصه که کتاب قبلا توضیح داده که اگر شما میتونید یک عبارت تحریری بسازید، دیگه از تکرار این میتونید یک جمله تحریری خیلی بلندتر هم حتی بسازید. و نهایتا فصل 5
اومده آوانگاری کرده، حدود 260 نمونه تحریر در گوشه‌های مختلف از استادان موسیقی ایران. مثلا دستگاه شور درآمد، اول نمونهش از اقبال آذر، دومی از طاهرزاده است، بعدی از ادیب خانساری، قمرالملوک وزیری، رضاقلی میرزای زلی، بنان، ذبیحی، محمودی خانساری، شجریان. بعد مثلا میره سراغ گوشه سلمک. در سلمک مثلا از قربانخان شاهی آوانگاری کرده، از اقبال آذر، از ادیب خانساری و کسان مختلف دیگه. خیلی اینجا دوباره بحث پروپیمونیه تقریبا در تک تک مایه های موسیقی ایران یا تک تک گوشه های مهم ردیف نمونه آوانگاری داره. خیلی خیلی به دقت خب اینو جمع شده ببینید 260 نمونه اصلا کم نیست و بسیار بسیار خب حرکت زمانبر و زحمتبری هم هست و نهایتا این نمونه ها در 2 CD همراه کتاب جمع‌آوری هم شدن، یعنی خود این تحریر هایی که آوانگاری شدن رو گذاشتن همراه کتاب. من دوباره اطلاعات کتاب رو میگم و جمع‌بندی میکنم. تحریر در آواز ایرانی به انضمام آوانگاری 260 تحریر از استادان آواز ایران، علی کاظمی، انتشارات ماهور 1398. بنده سال 98 فکر می‌کنم 99 این کتاب رو به همین قیمت 95 تومانی که رو جلدش برده خریدم. نمیدونم الان چقدر قطع به یقین گرون‌تر شده، اما به مطمئنم که اگر این کتاب رو پیشنهاد کنم جز اون کتاباییه که تقریبا هر کسی در جامعه موسیقی کلاسیک ایرانی میتونه بخونه و راضی باشه از کتابی که خریده و لذت ببره. خب اگر براش مهمه که یک سری چیزها رو بدونه، اگر براش مهمه که بدونه این تحریری که داره توی نواختش یا خواندش استفاده میکنه از کجا آمده و چه شکل میشه دوباره در حقیقت به شکل دیگه به وجودش آورد و بحثایی حالا حول این محور و میگم نثر خیلی خوندنی کتاب واقعا از این کتاب هاست که میتونم میگم تقریبا کل جامعه موسیقی من میتونن ازش استفاده بکنه. خب مثلا کتاب قبلی موسیقی کورال ایران خیلی کتاب خوب بود، اما من گفتم که برای شاید خیلی ها اون دغدغه‌ای که موسیقی کورال رو ندارن یه مقدار کتاب ثقیلی باشه. عرض کردم که کسانی که در جامعه آهنگسازی هستن در اون کتاب میتونن استفاده کنن از کتاب، اما خب کتاب مشخص برای کسانی که دغدغه موسیقی کورال دارن. من اینجا دغدغه‌ای نمیخوام ببینم برای این کتاب، یعنی احساس میکنم که هر کسی با هر سازی دغدغه تحریر رو داره، چرا که یک موضوع خیلی خیلی کلی‌تر در رشته موسیقی ایران شما نمیتونید چیزی بزنید و تحریر نداشته باشه، خیلی سخت بتونید همچین نمونه پیدا بکنید. سر همین یکی از کتابایی که به شدت دوست دارم، البته یک کتاب دیگه هست که قسمت بعدی معرفی میکنم، اون محبوب‌ترین کتابمه، اما این کتاب هم جزو کتابای خیلی خیلی خوب این چند وقته است که خیلی کم نقصه، خیلی خیلی کامله، حجم خیلی زیادی هم نداره. کلا کتاب در حدود چند صفحه است؟ 200 صفحه است. حالا با قطع آچار هم چاپ شده. خیلی من این کتاب رو پیشنهاد میکنم، امیدوارم که روزی رفرنس بشه. شاید خودم روزی خواستم این کتاب رو تدریس بکنم با کسب اجازه از نویسنده و به شدت کتاب به درد بخوریه. زیادی تبلیغ کردم برای این کتاب ولی از ته دل بود. اگر نقد داشته باشم میگم این کتاب درستیه واقعا. مرسی. اگر نقدی نظری داشتید، اگر شما نظر دیگری دارید در مورد این کتاب، تجربه‌ای دارید راجع به خوندن این کتاب یا سوالی دارید میتونید در کامنت ها بپرسید. اگر این محتوا رو دوست دارید میتونید برای کسایی که علاقه دارن به مبحث کتاب در حوزه موسیقی، کتاب‌های تخصصی حوزه موسیقی، این برنامه رو معرفی بکنید. ارادتمند همه، مرسی.